بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت سوم از ویدیوهای چگونه تدریس کنیم در خدمت شما دوستان هستیم. در این ویدیو هم و در این قسمت هم از کتاب روش‌ها و فنون تدریس دکتر منوچهر وکیلیان استفاده کردیم و مطالب رو طبق این کتاب تنظیم کردیم. موضوع فصل سوم برای مطالبی که انتخاب کردیم با اسم طراحی آموزشی هست که در ادامه اهداف رفتاری و اهداف کلی رو بیشتر میگیم و بعدش هم شروع میکنیم به توضیح دادن که طبق که گفته کتاب آقای دکتر منوچهر وکیلیان هر کدوم از این مفاهیم چه معانی دارند. هدف کلی فصلی که پیش رو داریم آشنایی دانشجو با طراحی آموزش و مراحل اونه. یعنی یک استاد چطوری باید مراحل آموزشی رو طراحی بکنه. اهداف رفتاری که قراره در این فصل با هم دیگه بررسی بکنیم، یک، مفهوم طراحی آموزشی رو بیان بکنیم، مهمترین فعالیت‌های لازم در طراحی آموزشی رو بیان بکنیم، مراحل طراحی آموزشی، اصطلاح پار فعالیت و هدف‌های جزئی به هدف‌های رفتاری چجوری تبدیلشون بکنیم. اهداف رفتاری دیگه منظور ارزشیابی تشخیصی رو بیان بکنیم، ویژگی‌های آموزشی، فنی و اجرایی رسانه‌ها رو بیان بکنیم، عوامل مؤثر در انتخاب رسانه‌ها رو بیان بکنیم، درباره تأثیر ویژگی‌های دانش آموزان بر انتخاب رسانه توضیح بدیم. طراحی آموزشی یکی از فعالیت‌های بسیار حساس و مهم معلم در رابطه با مهمترین مهارت‌های پیش از تدریس، طراحی آموزشی. صاحب نظران طراحی آموزشی را به صورت تهیه نقشه‌های مشخص در زمینه چگونگی رسیدن به هدف‌های آموزشی تعریف کردند. مفهوم طراحی آموزشی در تدریس یعنی اینکه معلم قبل از به ورود کلاس دقیقاً بدونه چه هدفهایی رو دنبال میکنه، چه محتوایی رو باید ارائه بده و چطور این هدفها و محتوا رو به بهترین شکل منتقل بکنه. در واقع طراحی آموزشی مثل نقشه راهیه که مسیر یادگیری رو مشخص میکنه. بدون اینکه نقشه تدریس ممکنه پراکنده باشه، نامنظم یا بی اثر باشه. نکات کلیدی که دکتر وکیلیان به ما یادآوری میکنه اینه که طراحی آموزشی تهیه نقشه مشخص برای رسیدن به هدفهای آموزشی. یعنی معلم باید قبل از تدریس با دقت برنامه‌ریزی بکنه چه مطالبی گفته بشه، با چه روش‌های آموزش داده بشه و چطور مطمئن بشه که یادگیرنده واقعاً یاد گرفته. مراحل طراحی آموزشی: یک، هدف کلی رو مشخص کن. بدون هدف تدریس فقط حرف زدن. اول باید بدونی قراره به چی برسی. 2، تحلیل آموزشی انجام بده. یعنی بررسی کن مخاطب چی بلده، چی لازمه یاد بگیره و چه چیزایی براش مفیده. 3، هدفهای جزئی رو رفتاری کن. یعنی بگی دقیقاً شاگرد باید چی بلد باشه یا چی کاری بتونه انجام بده. 4، رفتار ورودی و رو بسنج. ببین شاگرد از قبل چی بلده، اینجوری بهتر میتونی براش برنامه‌نویسی بکنی. و 5، محتوا، روش و رسانه رو انتخاب کن. مطالب مناسب، شیوه درست و ابزار خوب باعث میشه یادگیری راحت‌تر و جذاب‌تر باشه. ملاک‌های انتخاب رسانه‌ها: 1، ویژگی‌های آموزشی. آیا این رسانه کمک میکنه شاگرد بهتر یاد بگیره؟ ساده هست، قابل فهم هست، مرتبط با هدف درسی هست؟ 2، ویژگی‌های فنی. رسانه باید کیفیت خوبی داشته باشه، راحت اجرا بشه و با امکانات موجود سازگار باشه. و 3، امکانات اجرایی. یعنی ببین اصلا امکان استفاده از اون رسانه رو داری یا نه. مثلا ویدیوهای خوبه ولی اگه کلاس اینترنت نداره به درد نمیخوره. ویژگی‌های آموزشی: رسانه خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ اگه یک ابزار آموزش قرار موثر باشه باید این 3 ویژگی رو داشته باشه. علاقه و توجه دانش آموزان رو باید به خودش جلب بکنه. از همون اول باید جذاب باشه تا شاگرد حس بکنه قراره یه چیز جالبی رو تجربه بکنه. توجه و علاقه دانش آموزان رو تا پایان فعالیت هم حفظ بکنه. یعنی تا آخر درس توجه رو نگه داره، نباید فقط شروعش خوب باشه. باید کاری کنه شاگرد تا آخر با علاقه دنبال بکنه. و 3، شاگرد رو به واکنش و مشارکت در واقع ترغیب بکنه.
یعنی دانش آموزان رو به پاسخگویی و ابراز واکنش ترغیب بکنه. یعنی فقط شنونده نباشن، سوال بپرسه، جواب بده، نظر بده، وارد بازی یادگیری بشه. اگه رسانت این سه تا ویژگی رو داشته باشه نصف راه رو رفتی. ویژگی‌های فنی. رسانه خوب از نظر فنی باید اینا رو داشته باشه. 1. قابلیت انتقال پیام‌های مورد نظر. یعنی پیام رو درست منتقل می‌کنی، یعنی چیزی که می‌خوای بگی دقیق و واضح برسه به شاگرد. 2. قابلیت حمل و نقل، راحت جابجا بشه. اگه قراره ببریش کلاس یا جاهای دیگه دردسر نداشته باشی. در دسترس باشه. لازم نباشه دنبال دستگاه خاص یا نرم افزار عجیب بگردی. به صرفه باشه. یعنی هزینه‌اش منطقی باشه، نه اینکه نصف بودجه رو ببلعه. قابل استفاده دوباره باشه، قابلیت استفاده مجدد داشته باشه. یه بار مصرف نباشه. بشه چند بار ازش استفاده کرد توی درس‌های مختلف. با رعایت این نکات هم کار خودت راحت‌تره، هم یادگیری موثرتره. امکانات اجرایی. موقع انتخاب رسانه این سه تا مورد رو هیچ وقت نباید فراموش بکنی. 1. تعداد دانش آموزان. اگه کلاس شلوغی باید رسانه‌ای باشه که همه بتونن ازش استفاده کنن یا ببینن. 2. زمان مورد نیاز. رسانه انتخاب کن که توی زمان کلاس جا بشه، نه اینکه نصفش بمونه برای جلسه بعد. و 3. اندازه کلاس. اگه کلاس کوچیکه یه ویدیو پروژکتور ممکنه زیادی باشه، اگه بزرگه یه پوستر کوچیک جواب نمیده. با در نظر گرفتن این سه تا رسانت هم کاربردی تر میشه، هم دردسر کمتری داری. انتخاب رسانه. 1. هدفهای آموزشی. رسانه باید کمک بکنه دقیقاً همون چیزی که میخوای یاد بدی بهتر هم منتقل بشه. 2. ویژگی‌های دانش آموزا. سن، سطح یادگیری، علاقه‌مندی‌ها، همه اینا مهمن توی انتخاب ابزار. فنون تدریس. ببین روش تدریس چیه، سخنرانی، گروهی، تمرینی. رسانه باید باهاش جور باشه. 4. محرک‌های درس مورد نیاز. اگه قرار شاگردها فعال باشن، رسانه‌ها باید تحریک کننده باشن، نه فقط یه تصویر ساده. و 5. شرط عملی. امکانات کلاس، زمان، بودجه، همینا تعیین میکنه چی واقعا قابل دسترسه. با در نظر گرفتن این 5 مورد انتخابت هم هوشمندانه میشه، هم موثرتر میشه. هدف‌های آموزشی و انتخاب رسانه‌ها. برخی از رسانه‌ها برای دستیابی به پاره‌ای از هدف‌ها مناسب‌ترند. برای تمیز دادن، مقایسه کردن از طریق این رسانه‌ها می‌توان مهارت تمیز دادن را به وسیله مقایسه تصاویر اشیاء مختلف در دانش آموزان ایجاد کرد و به همین نحو رسانه‌های شنیداری را می‌توان برای یادگیری اطلاعات کلامی و مهارت‌های ذهنی مورد استفاده قرار داد و در تغییر نگرش‌ها و ایجاد حالت عاطفی و چگونگی تلفظ صحیح واژه‌ها به کار برد. هر رسانه‌ای برای یک کاری ساخته شده. وقتی میخوای رسانه انتخاب بکنی باید ببینی قراره چه کاری انجام بده. مثلا تمرین دادن یا مقایسه کردن. رسانه‌هایی مثل تصویر، نمودار یا ویدیو خیلی کمک کننده ترند. انتقال اطلاعات یا آموزش مهارت خاص مثل فیلم آموزشی، انیمیشن یا ابزار تعاملی عالی هم برای این کار. یا برانگیختن احساسات یا تغییر نگرش. اینجا رسانه‌هایی مثل داستان، موسیقی یا کلیپ‌های تاثیرگذار جواب میدن. یا کمک به تفکر و حل مسئله. اگه موضوع ما باشه، رسانه باید شاگرد رو به فکر کردن و واکنش وادار کنه، نه فقط شنیدن. خلاصه این که اول ببین هدف چیه، بعد رسانه تو انتخاب بکن. ویژگی‌های دانش آموزان و انتخاب رسانه. از جمله ویژگی‌های مهم دانش آموزان که در انتخاب رسانه‌ها بسیار مؤثر از سن آنان میباشد. اهمیت عامل سن به هنگام انتخاب رسانه در مخروط تجارب ادگار دیل تاکید گردیده است. سن شاگردها خیلی مهمه تو انتخاب رسانه. یکی از چیزایی که نباید دست کم بگیری سن دانش آموزش. چرا؟ چون هر گروه سنی با یه نوع رسانه بهتر ارتباط میگیره. مثلا بچهای کوچیک با تصویر و بازی راحت‌تر یاد میگیرن، نوجوان‌ها با ویدیو و انیمیشن یا بحث‌های تعاملی درگیر میشن، بزرگترها دنبال محتوای تحلیلی و جدی‌ترن. تو مخروط تجارب ادگار دیل هم تاکید شده که هرچی سن پایین‌تر باشه، رسانه باید ملموس‌تر و ساده‌تر باشه. خلاصه اینکه سن شاگرد تعیین میکنه چرا و چه رسانه‌ای بیشتر جواب میده. تعیین نظام ارزشیابی. معلمان با تجربه و کارآزموده در پایان هر جلسه تدریس سوالات زیادی به قرار زیر در ذهن خود دارند.
آیا دانش آموزان تمام مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نظر رو به دست آوردن یا اینکه فقط برخی از آنها رو کسب کردن؟ بعد تدریس وقتشه ببینی چی یاد گرفتن. معلم‌های با تجربه همیشه آخر کلاس یه سوال مهم تو ذهنشون داره: شاگردا واقعا اون چیزی که باید یاد می‌گرفتن رو یاد گرفتن یا فقط بخشی کوچیکش رو؟ برای اینکه جواب این سوالو پیدا بکنی باید یه نظام ارزشیابی داشته باشی، یعنی بدونی قراره چی رو بسنجی، چطور بسنجی، حالا با آزمون، با مشاهده است، با پروژه است، و از نتایج چه استفاده‌ای بکنی. اصلاح تدریس، کمک به شاگردیا، بررسی سطح یادگیری. ارزشیابی فقط نمره دادن نیست، یه ابزار قدرتمنده برای اینکه بفهمی آموزش واقعا موثر بوده یا نه. تعیین نظام ارزشیابی: چه عامل یا عامل‌هایی موجب شده که برخی از دانش آموزان نتونن به تمام قابلیت‌ها دست پیدا بکنن؟ خود من به عنوان معلم تا چه حد کارم رو خوب انجام دادم؟ آیا در کارم اشکالی وجود داشته؟ چگونه میتونم این اشکالات رو برطرف بکنم؟ این سوالایی که بعد خودتون بپرسید. ارزشیابی فقط برای شاگرد نیست، برای خود معلم هم هست. تو این مراحل 2 تا سوال مهم بعد خودتون بپرسیم: چرا بعضی شاگردا نتونستن همه چی یاد بگیرن؟ شاید روش تدریس مناسب نبوده، شاید رسانه درست انتخاب نشده، یا شاید سطح شاگردا متفاوت بوده. خودم چقدر خوب تدریس کردم؟ اگه یه جاهای خوب پیش نرفتم باید بررسی کنم مشکل از کجا بوده و چطور میتونی اصلاحش بکنی. این نگاه انتقادی به خودت باعث میشه هر جلسه بهتر از جلسه قبلی عمل بکنی. حالا که صحبت از این 2 تا سوال شد، من یاد یه خاطری افتادم. سال دوم دبیرستان که بودم معلم ریاضی داشتیم. این معلم ریاضی من یه طرح جالبی داشت، یه مدل ارزشیابی جالبی داشت برای نمره دادن و می اومد برای هر امتحانی که می گرفت اختلاف بین بالاترین نمره کلاس که کسب شده بود با 20 رو به همه اضافه میکرد. مثلا اگه بالاترین نمره کلاس 17 بود، خب 17 با 20 نمره فاصله داره، اون 3 نمره رو میومد به همه اضافه میکرد. میگفت احتمالاً اینکه بالاترین بهترین شاگرد کلاس نتونسته 20 بگیره و بالاترین نمره 20 نبوده، اون تقصیر منه. مثلا اون 3 نمره تقصیر منه، بد تدریس کردم، و میومد اون 3 نمره رو به همه اضافه میکرد. روش جالب بود که در نظر گرفته بودم، یعنی یه گوشه‌ای رو در نظر میگرفت که ممکنه من اشتباه کردم، من بد تدریس کردم، و خودش رو هم در نمره پایین گرفتن شاگردا مقصر میدونست. طرح درس روزانه شامل یک سری فعالیت‌هایی است که معلم از قبل به منظور دستیابی به هدف یا اهداف آموزشی خاص برای یک جلسه درس ترتیب میده. در طرح درس روزانه یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بری سر کلاس یه برنامه دقیق برای اون جلسه بچینی. تو این برنامه باید مشخص باشه قرار چی تدریس بکنی، با چه روشی، چه فعالیتایی انجام بدی و چطور مطمئن بشی شاگردا یاد گرفتن. در واقع طرح درس روزانه مثل یک نقشه کوچیک برای یک جلسه خاصه، نه کلی نه مبهم. اگه این طرح رو از قبل داشته باشی هم خودت راحت‌تری، هم کلاس منظم‌تره و هم خب تدریس موثرتره. مراحل طرح درس روزانه: 1. تعیین موضوع درس. بدون موضوع کل برنامه‌ریزی بی‌معنیه. خب باید هدف رو مشخص بکنی و موضوع هدفت رو مشخص می‌کنه. 2. مشخص ساختن هدف کلی درس. یعنی قرار شاگردا در پایان جلسه به طور کلی چی یاد گرفته باشن؟ خب قرار مثلا مشتق گیری یاد گرفته باشن. خب این میتونه هدف کلی درست باشه. 3. نوشتن رؤوس مطالب و مفاهیم. نکات اصلی و چیزایی که باید گفته بشه رو لیست بکن. مثل ابتدای اسلاید ها که من گفتم هدف کلیم اینقدر و بعدش هم گفتم که اون قسمت های رفتاریم چطور، یعنی هدف ریستر من قراره چطور باشه در این قسمت از ویدیو. 4. تهیه هدف های جزئی، یعنی بخش کوچکتر از هدف کلی که باید پوشش داده بشن هم بیان بشه. 5. بررسی رفتار ورودی. ببین شاگردا قبل از این جلسه چی بلدن یا بلد باید باشن یا چه چیزی باید بلد باشن. 6. هدف‌های رفتاری، یعنی شاگردا باید چه کاری رو انجام بدن یا چه چیزی نشون بدن که یاد گرفتن. و 7. تعیین مراحل تدریس، یعنی از شروع تا پایان جلسه قدم به قدم مشخص کن چه اتفاق قرار بیفته. با این مراحل جلسات منظم‌تر و موثرتر پیش خواهد رفت. مراحل مختلف تدریس. گام اول:
ایجاد انگیزه و آمادگی در دانش آموزان و بررسی تکالیف آنان. گام دوم، معرفی دقیق موضوع درس و بیان هدفهای آموزشی. گام سوم، ارائه مطالب. گام چهارم، خلاصه کردن درس و نتیجه گیری و کاربرد اونا. گام اول گفتیم ایجاد انگیزه و آمادگی. یه تدریس خوب این 4 تا گام رو باید داشته باشه. گام اولش میشه ایجاد انگیزه و آمادگی. قبل از شروع درس باید شاگردا رو آماده بکنی. یه سوال جذاب، یه مثال جالب یا حتی یه مرور تکالیف قبلی میتونه کمک بکنه. 2، مرور موضوع و هدف‌ها. واضح بگو قراره چی صحبت بکنیم، در مورد چی صحبت بکنیم و شاگردا قراره چی یاد بگیرن. قسمت سوم میشه ارائه مطالب. اینجا درس اصلی رو میگی با روش مناسب، رسانه درست و مثال‌های کاربردی و در انتها جمع‌بندی و نتیجه گیری. آخرش یه مرور کوتاهی کاربرد واقعی از درس یا یه سوال چالشی میتونه یادگیری رو تثبیت بکنه. اگه این مراحل رو درست بچینی، کلاس هم منظم‌تره، هم موثرتره، هم شاگردا بهتر یاد میگیرن و مشتاق‌تر میشن نسبت به یاد گرفتن. در ادامه مراحل مختلف تدریس میتونیم به گام 5 ارزشیابی از تدریس، گام 6 تعیین تکلیف و ختم جلسه درس تعیین کنیم. همچنین تعیین روش‌های تدریس، انتخاب مواد آموزشی مناسب و مشخص کردن فعالیت‌های دانش آموز می‌خوایم صحبت کنیم. آخرین بخشا مهمه. تدریس چی هست؟ ارزشیابی از تدریس. باید ببینید تدریس چقدر موثر بوده، نه فقط برای شاگردا بلکه برای خودت هم مهمه. تعیین تکلیف و پایان جلسه. یه تمرین یا فعالیت بده که درس رو تثبیت کنه. بعد جلسه رو با یه جنبندی کوتاه ببند. انتخاب روش تدریس. بسته به موضوع و شاگردا روش مناسب انتخاب کن. سخنرانی، گروهی، پروژه محور و غیره. انتخاب مواد آموزشی. ابزار مناسب و منابعی که کمک بکنه درس بهتر منتقل بشه، مثل تصویری، مثل فیلم، مثل کتاب یا حتی بازی. فعالیت‌های شاگردا رو مشخص کن. شاگردا فقط شنونده باید مشارکت کنن، تمرین بکنن، سوال بپرسن و تجربه کنن. با این گام‌ها تدریس هم هدفمند میشه، هم پویاتر میشه. خب خلاصه فصل سوم طراحی آموزشی چی شد؟ 1. طراحی آموزشی چیه؟ یه نقشه دقیق برای اینکه تدریس به هدف برسه، یعنی قبل از شروع بدونی قرار چی یاد بدی و چطور یاد بدی. 2. مراحل طراحی آموزشی چیه؟ از تعیین هدف کلی شروع میشه، بعد تحلیل آموزشی، تبدیل هدف‌ها به رفتاری، بررسی دانش قبلی شاگردا و انتخاب محتوا و روش مناسب. ملاک‌های انتخاب رسانه چیه؟ باید ببینی رسانه از نظر آموزشی، فنی و اجرایی مناسب هست یا نه. ویژگی‌های آموزشی رسانه چیه؟ رسانه باید توجه شاگردا رو جلب کنه، نگه داره و باعث مشارکتشون بشه. ویژگی‌های فنی رسانه‌ها چیه؟ پیام رو درست منتقل کنه، قابل حمل باشه، در دسترس باشه، اقتصادی و قابل استفاده دوباره باشه. امکانات اجراییمون چی باشه؟ تعداد شاگردا چجوریه؟ زمان کلاس، اندازه فضا روی انتخاب رسانه تاثیر داره. نکات انتخاب رسانه که باید رعایت بکنیم چیه؟ باید هدف آموزشی، ویژگی شاگردا، روش تدریس، محرک‌های لازم و شرایط عملی رو در نظر بگیریم. 8. رسانه‌ها و هدف‌های آموزشیمون چی؟ هر رسانه باید یک هدف خاص بهتر، مثلا آموزش مهارت، ایجاد انگیزه یا تغییر نگرش، هر کدوم رسانه خاص خودشو داره. سن شاگردان مهمه. رسانه باید با سن مخاطب هماهنگ باشه. بچه‌ها چیزای ساده‌تر، بزرگترها محتوای تحلیل‌تر. نظام ارزشیابی چی رو تعیین بکنیم؟ بعد از تدریس باید بررسی بکنی شاگردا چی یاد گرفتن و خودت چقدر خوب تدریس کردی. طرح درس روزانه، یه برنامه دقیق برای هر جلسه داشته باش، شامل هدف، محتوا، روش‌های ارزشیابی و حالا خود ارزشیابی. مراحل طرح درس روزانه از تعیین موضوع و هدف شروع میشه تا نوشتن مراحل تدریس. خود مراحل تدریس چی؟ ایجاد انگیزه، معرفی موضوع، ارائه مطلب، جمع‌بندی ارزشیابی، تعیین تکلیف و پایان جلسه. نکات تکمیلی تدریس. روش تدریس، مواد آموزشی و فعالیت‌ها یه شاگرد باید از قبل مشخص بشه. با رعایت این نکات شما میتونید یک خروجی بهتری از تدریس دریافت بکنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین 2 فصل قبلی رو میتونید از کانال ما تماشا بکنید و همچنین منتظر فصل‌های باشید. خدا یار و نگهدارتون.